لبته کلی عشق از من طلبته تو وقتی با مغز میزنی اون چشان قفل زدنته خدا دید سلام به یه ولاگ ساندویچی دیگه با من خوش اومدین. حالا هوای ولاگ امروزمون البته با قبلی ها خیلی فرق میکنه. امروز اومدیم یه جای اطراف تهران که ببینیم مزه ساندویچ ها توی طبیعت چطوریه. اینجا بچه یه مزرعه کدوی سبزه، تقریبا تو مسیری که ما اومدیم حالا جز همین مزرعه بیشتر شبیه باغه. ببینید محصولاتشون هم گذاشتن زیر این برگا که آفتاب نخوره. با اینکه اینجا بچه یه عالمه کدو چیده بودن ولی خب برای فروش نداشتن، فقط این چند تایی که میبینید و همینجوری به ما به عنوان هدیه دادن. با اینکه ذائقه ایرانی‌ها زیاد با کدو صد جور در نمیاد، ولی تو ایتالیا با همین گلای زردی که دارید میبینید یک کوکوی خیلی خوشمزه درست میکنن با پنیر موزارلا و آرد که اونجا خیلی طرفدار داره. بچه ها اینجا بهش میگن روستای سلبون، یه منطقه تقریبا کوهستانیه که پر از باغای میوه است. تو 20 کیلومتری فیروزکوه هم قرار داره. ما حدودا ساعت 8 صبح از تهران راه افتادیم. الان که اینجاییم ساعت تقریبا 10:30. البته خب ما تا نزدیک سد سیاه رودم رفتیم، ولی خب چون که خیلی جادهش سنگلاخ بود و نمیشد با ماشینای سواری رفت، برگشتیم. این قسمت رو انتخاب کردیم که بشینیم، هوا تقریبا گرمه و مجبوریم که حالا اگر جای سایه پیدا نکردیم حتما چادر بزنیم. این چند گاو خیلی خوشگلم که میبینید اون روز مهمون ما بودن و به هر چیزی که بهش رو میدادیم نه نمیگفتن. امروز قرار بود که ساندویچ سوسیس شکاری رو بهتون آموزش بدم توی دل این طبیعت قشنگ، ولی خب متاسفانه اول که نونامون رو از دست دادیم، یعنی از روی اون پل که رد می شدیم نون مخصوص در واقع سوسیس شکاری که گرفته بودیم افتاد توی آب. بعدم یه بدشانسی آوردم و به خاطر اینکه حافظه گوشیم پر شده بود اون فیلمایی که براتون از طرز تهیه اون سس خیلی خوشمزه و جذاب کنار این ساندویچ گرفته بودم متاسفانه پاک شد. برای همین این ساندویچ رو به ساده ترین شکل ممکن دارید میبینید.
محلی بود، هم انواع ترشی و خیارشورایی که خونگی بودن و تخم مرغ هم که دارید میبینید. بچه تو مسیر برگشتم از فیروزکوه به تهران ما رفتیم سراغ این سرویس بهداشتی معروف که ممکنه خیلیاتون باش آشنا باشین. اینجا نگاه کنید ببینید که وقتی ذوق و سلیقه داشته باشی میتونی حتی از یه چیزی که به نظر خیلی جذاب نیستن یه چیز جذاب به وجود بیاری.